پدر بزرگ، مادر، برادر، خواهر و برادر، برادر به خواهر، ما همه فکر میکنیم امکان نداره برای بچه من اتفاق بیفته، چون بچه من به من مطمئناً میگه. من میفهمم. چجوری میفهمی؟ خیلی ها نمیفهمن، چون خیلی بچه ها انقدر این درد و خجالت میدونن و حتما مشکل از منه میدونن، حتما عمو صلاح دونسته میدونن، بابا انقدر عاشق منه، بابا انقدر خجالت میکشن و به خودشون این رو میگیرن، فکر میکنن تقصیر خودشونه که این اتفاق براشون افتاده. این شما رو تقصیر ازن نمیدونن. تا سنی میرسه که بیرون تو جامعه میرن تازه متوجه میشن تو مدرسه بابای تو با تو این کارا رو نمیکنه. بچه دیگه میگه نه، بابای مثلا اجازه نداره بعد از مثلا ساعت خاص